سلام بچه‌ها، چطورید؟ من هادی هستم از چنل دکتر رویا. امروز یه بازی براتون آوردم که مطمئنم همتون میشناسید. بازی گاد آف وار، زنده های اولیمپوس، همون قسمت که میره زئوس و بقیه خدا رو میکشه. حالا این قسمت نیمه کارش هست، یعنی کاملش نیست. اگه خواستید لینک نسخه کاملش هم توی کامنت هم میذارم، برید دانلود کنید. لینک اینم در کامنت هم میذارم، اگه خواستید برید دانلود کنید. آموزش نصب هم تو ویدیو میگم. خب بدون صرف وقت بریم سراغ ویدیو. در ابتدا برنامه بالا رو از لینکی که داخل کامنت ها گذاشتم دانلود میکنید و بعد واردش میشیم و شروع بازی رو میزنیم. تا منتظر میمونیم تا 100% بشه. قبل از شروع هم ویدیو رو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. خب حالا منتظر میمونم تا 100 بشه. حالا خیلی یکم طول میکشه، برای همین من ویدیو رو استاپ میکنم تا این 100% بشه و وارد بازی بشه. خب الان میزنم استاپشو تا وارد بازی بشیم. قبل از شروعم بگم که باید منتظر بمونید تا 100 بشه. اگه 100 نشد بازی براتون بالا نمیاره. برای شروع هم به شبیه ساز PSP نیاز داریم که میتونید از فروشگاه پلی، گوگل و مایکت دانلود کنید. اول خب خودتون که بلدید چجوری بازش کنید، وارد بازی میشیم. ببینید بازی اصلیش هستش و هیچ فیکی نداره، فقط یه چیزی که داره این کاملش نیستش و کاملش هم لینک کاملش هم در کامنت هم میذارم، برید دانلود کنید و لذت ببرید. خب حالا بریم سراغ بازی. ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید و منتظر ویدیوهای بعدیمون هم باشید.